100% ایران میبره 3-0. بعد کی گل میزنه؟ طارمی، سردار آزمون 2 تا میزنم. بعد شما نظرتون چیه راجع به بازی؟ ما که به امید برد 100% ایران اومدیم. بعد به نظر منم 1-0 میشه بازی. بعد اینکه تو جام ملت‌ها فکر می‌کنید ما چه نتیجه‌ای میگیریم؟ 100% قهرمانی و اینکه ما قهرمان آسیا میشیم؟ 100% هیچ شکی نکنید. بله. شما؟ بله منم همچنین. انشالله که ایران برنده بشه و همیشه سرافرازمون کنه. به نظرم من اولین بارمه که میام ورزشگاه و به نظرم این بازی رو با 2-3 تا گل میبریم. طارمی گل میزنه، یه دونه جهان بخش، یه دونه محبی. خیلی به فوتبال علاقه دارین آره؟ بله. تا حالا 2 بارم بازیکن‌های تیم ملی رو دیدم و بازیکن‌های استقلالم دیدم، ولی این چند وقت بیشتر علاقم رو تیم ملی بوده. بله. و شما هم به همیشه خواهرین؟ نه دوستیم. دوست هستین؟ بله. شما نظرتون چیه؟ بازی چند میشه؟ میبریم 3 تا گل بیشتر حتی. بعد صورتتون هم نقاشی کردین دیگه؟ بله. این به علاقه زیادتون به تیم ملی؟ بله. خب صحبتی دارین در پایان؟ امیدوارم که این بازی رو با برد موفقیت تیم ملی، جام جهانی، جام ملت‌ها ان شاءالله همه جا موفق باشیم. ایران 4، هنگ کنگ 0. پراشتها، خطرناک و گلزن. تیم‌های ملی ایران و هنگ کنگ از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار با نتیجه 4-0 به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی به پایان رسید. ترکیب ایران برای این دیدار به این صورت بود: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، حسین کنانی زادگان، رامین رضاییان، احسان حاجصفی، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، محمد محبی، سامان قدوس، مهدی طارمی و سردار آزمون. اما بریم سراغ مهمترین اتفاقات این دیدار. دقیقه 7 گل اول این دیدار توسط سردار آزمون اما به دلیل آفساید پذیرفته نشد. پاس در عمق برای سردار آزمون بین 3 مدافع هنگ کنگ به این مهاجم رسید و اون با جا گذاشتن دروازه‌بان توپو به تور رسوند. اما داور پیش از این به دلیل پرچم کمک خودش دستور به توقف بازی داده بود. دقیقه 10 پاس به قوس محوطه و قدوس با سر به طارمی نزدیکی‌های نقطه پنالتی رسوند. اما پیش از رسیدن اون به توپ 3 مدافع اون رو احاطه کردن و طارمی به روی زمین افتاد. اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و توپ در اختیار دروازه‌بان هنگ کنگ قرار گرفت. و بالاخره گل اول ایران در این دیدار دقیقه 12 توسط سردار آزمون. حمله از جناح چپ محبی رو به نزدیکی‌های خط عرضی زمین رسوند و محبی با یه پاس کاتبک آزمون رو در نزدیکی‌های نقطه پنالتی صاحب توپ کرد و سردار آزمون هم با یه ضربه دقیق دروازه هنگ کنگ رو باز کرد. تیم ایران در این دقایق فوق‌العاده بازی می‌کرد و دقیقه 15 باز هم توسط سردار آزمون به گل رسید. باز هم از جناح چپ تیم ملی حملات ایران متمرکز شد و سردار آزمون دوباره با یه پاس کاتبک اما این بار روی خط 6 قدم کار آسونی برای باز کردن دروازه حریف داشت. دقیقه 17 باز هم حمله از تیم ملی ما و رسیدن توپ طارمی روی خط 18 قدم اونو برای شوت‌زنی وسوسه کرد، ولی ضربه زیبای مهاجم ما به وسیله دروازه‌بان هنگ کنگ با دست مخالف دور شد. دقیقه 25 2 بازیکن تیم ملی همزمان برای زدن حرکت آکروباتیک به روی هوا بلند شدند، اما استوک‌های طارمی و محمد محبی به جای برخورد به توپ با همدیگه برخورد داشت. دقیقه 26 ضربه مهاجم ما درازکش توسط دروازه‌بان هنگ کنگ دفع شد و توپ برگشتی توسط جهانبخش به محوطه رسید، اما ضربه سر مهدی طارمی از بالای دروازه به بیرون رفت. دقیقه 42 پاس بلند و پشت مدافعان در نزدیکی‌های 6 قدم به مهدی طارمی رسید، اما با ضربه سرضرب اون توپ روی پاش جفت و جور نشد و از کنار دروازه به بیرون رفت. نیمه اول با همین نتیجه 2-0 به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی به پایان رسید. نیمه اول چطور بود؟
خیلی خوب بود. مصاحبه شروع نیمه دوم و دقیقه 52 ارسال سامان قدوس از داخل و نزدیک به خط محوطه به تیر دورتر و مقابل دروازه خالی به محمد محبی رسید، اما محمد محبی در زدن ضربه ناکام بود و این موقعیت جدی برای ما از دست رفت. دقیقه 54 حرکت انفرادی و زیبای علی جهانبخش با پاس رامین رضاییان در محوطه هنگ کنگ چیزی نمونده بود دروازه این تیمو باز کنه، اما ضربه اون از بالای دروازه تیم هنگ کنگ به بیرون رفت. دقیقه 56 حرکت انفرادی طارمی اونو پا به توپ به نزدیکی قوس محوطه رسوند، اما توپ به خوبی روی پای اون ننشست و ضربه اون از کنار دروازه به بیرون رفت. دقیقه 62 اولین خطر جدی هنگ کنگ روی دروازه ایران در نیمه دوم به خوبی توسط حسین کرانی زادگان دفع شد. دقیقه 66 فاصله کم سردار آزمون با هتریک در این دیدار. شروع مجدد خوب از علی بیرامند جهانبخش از جناح راست راهی دروازه هنگ کنگ کرد و توپ در عرض اون در محوطه جریمه به سردار آزمون رسید، اما ضربه بغل پای آزمون با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. دقیقه 78 فرار سردار آزمون در زمین هنگ کنگ اونو به همراه طارمی در موقعیت 2 به تک قرار داد. پاس در عرض طارمی باعث شد داور اعلام آفساید کنه و این موقعیت از دست بره. دقیقه 80 پاس با سر رضا اسدی برای آزمون اونو تک به تک کرد. ضربه فنی پای راست سردار آزمون هم راهی دروازه شد، اما بعد از برخورد با تیرک به بیرون رفت. دقیقه 81 دو برخورد پیاپی در محوطه جریمه هنگ کنگ که داور اعتقادی به پنالتی نداشت. دقیقه 84 کرنر رامین رضاییان روی خط 6 قدم به سردار آزمون رسید، اما اون در زدن ضربه ناکام بود و در ادامه هم ضربه سعید عزت‌اللهی از بالای دروازه به بیرون رفت. و بالاخره گل سوم ایران در این دیدار توسط مهدی طارمی دقیقه 87. 40مین گل مهدی طارمی با پاس سردار آزمون در داخل قوس نیمه زمین شروع شد و مهدی با نفوذ به داخل محوطه و ضربه پای چپ دقیق توپو به دور از دستای دروازه‌بان و به تور دروازه چسبوند. دقیقه 89 فاصله کم مهدی طارمی تا دبل در این دیدار. شوت پرقدرت و پای راست مهدی طارمی از پشت محوطه با شیرجه بلند دروازه‌بان هنگ کنگ راهی کرنر شد، اما این پایان کار نبود و ایران در دقیقه 92 توسط رامین رضاییان به گل چهارم رسید. حرکت انفرادی مهدی طارمی پشت محوطه با خطای بازیکن هنگ کنگ متوقف شد. رامین رضاییان و احسان حاجصفی پشت توپ قرار گرفتند. رامین رضاییان با یه ضربه دقیق و غافلگیر کننده توپ وارد دروازه هنگ کنگ کرد تا یه جورایی نشون بده که استعداد خاصی توی زدن ضربات ایستگاهی داره. در نهایت این دیدار با نتیجه 4-0 به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی به پایان رسید. اما حواشی این دیدار: شرایط چمن ورزشگاه آزادی روی بازی تیم تاثیر گذاشت و بازیکنان تیم ملی چند بار تعادل خودشون رو از دست دادن. امیر قلعه‌نویی در پایان بازی به سمت داور رفت و بعد از خوشوبش عدد 3 که احتمالاً تعداد پنالتی‌های نگرفته شده در نظر خودش بوده رو به داور نشون داد. اینم از این ویدیو. اگه از محتوای ویدیو راضی بودین لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل یادتون نره.